بیا مرحمت بابی جان مرحمت مرحمت کنی مرحمت خب خانی بچه ها خیسه ما سلام 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 و علیکم برسلام انا درس ما از فن تاریخ بودم خیلی بچه ها انا ما برای همین برای سوال دادن من بابای مرگان اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی را آوردم که انا این کس برای شما سوال میده شما جواب میدید چی گفتید بچه ها یک سوال جواب یک دانشی بچه های فهمیدن لازم من خیلی بچه معلش من تاریخ هر چی که دیدم عمیق میدونم نمیره حکای ببیش همونجا میترسم تا نه همون چیزایی که من دیدم همون چیزا همش بعضیات در کتابای شما هست بله بله هست نمیره حکای ببیش حاضر من یک سوال دارم اول سوال گپ زنم نیکه حیران شدیسم چی حیران شدیسیم بابی؟ اما بچه که همه اخیران شیشتای کو در سین سال و در قد و بست همه فرق کرده سای معلومه که خیلی کلان سال بابی جان وای بچه خیلی کلان هایو کم در همون عقلش کلان نشده سایو خیلی برای همین 10 سال شید همین یه سیم میخونه چه در سواد چی خیلی؟ اگه سوادش هم خیلی گوی نزد گوی خیلی همین باید میونه فهمه بچه من یک سوال میتونم که هیچ جواب داده میتونم همچون اشتراکچی جنگی بزرگی وطنی نه از گوش کنید بچه مثلا اگر من دشمن هجوم کنه برای پیشروی دشمن گرفته و برای مغلوب کردن برای ما چی در کار میشود؟ کلی بچه ها برای ما معلم جون لبه همون بچه هم دست برداشته کو یا دست برداشته بچه ها هر کی جواب بده یک بهای 5 میگیره مالش من کسی جواب داد من 5 میمونم معلم جون همون بچه رو بخیزون جواب بده مایلش خب کنی تو پلنگ خیز میلتیق خنزم باش 5 آفرین پنجی وعده گیره شین معلم جان 5 وعده گیره بمونه الان بچه ها برای که دشمن ایمو بترسم باید که در دست ما چی باشه؟ کن بخیای جون معلم جان اگر جوابتون باید 5 دیگه میمونی با همچون اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی کفالت میتون که معلم باید 5 دیگه میمونه سوال تکرار میکنم من برای که دشمن ایمو بترسه باید در دستی ما چی باشه؟ باید میلتیقی دیگه